خب سلام بچه‌ها، با یه قسمت جدید همراهتونم. توی این قسمت قصد داریم که یه خورده کارهای بامزه‌تر انجام بدیم، بریم جلو، یه خورده به مثالهای واقعی نزدیک شیم، از این حالت تئوری یا مثالهای ساده در بیایم. و توی این قسمت من یه ربات اسخایی میکنم، یه ایجنتی رو با هم میسازیم که توانایی این رو داره که قیمت لحظه‌ای بازار رو دریافت کنه و به ما نمایش بده در واقع. چرا اصلا چنین ایجنتی رو داریم می‌نویسیم؟ چون قبلا هم خدمتتون گفتم LLM ها قابلیت این رو ندارن که قیمت لحظه‌ای رو بدن یا داده های لحظه‌ای رو به ما نمایش بدن. واسه همین ما نیاز داریم که یه تولزی رو بنویسیم که این کار رو به عهده بگیره. ما برای اینکه بتونیم قیمت های لحظه ای رو داشته باشیم لازمه که یه API کالی رو داشته باشیم. من از سرویس TGAU، یک سایت معروفیه، APIش هم رایگانه، شما میتونید که یه ریکوست بدهید و داده ها رو دریافت کنید و انواع و اقسام داده ها رو به صورت لحظه ای قیمتش رو دریافت کنید. حالا این داده هاش به چه شکله؟ یه آبجکت کارنت داره، یعنی در همین حال حاضر، و هر کدوم از این داده ها و این نمادها یک نام به خصوصی دارن. از قیمت دلار بگیرید، حالا هر کدوم از این آیتم ها نماد خاص خودشو داره، قیمت نقره و آیتم های مختلف. من برمیگردم توی کد. این ایجنت ما یه تولز ساده فقط داره و ما میریم سراغ دیسکریپشن و اینستراکشن که ببینیم که من چیکار کردم. دیسکریپشن که ساده است، گفتم که یک دستیار مالی برای گرفتن داده ها، و توی اینستراکشن برایش توضیح دادم که توی دستیار مالی هستی که توانایی اینو داری که قیمت های لحظه ای رو دریافت کنه و برای اینکه بتونی قیمت لحظه ای رو دریافت کنی باید بیای این تولز get price of market رو تعریف کنی و یک قانون سخت هم براش قرار دادم برای اینکه کاربر هر چیزی رو که وارد میکنه به عنوان اون نماد همون رو توی اون فانکشن ما بتونیم استفاده کنیم. برای مثال من به عنوان کاربر می نویسم قیمت دلار چنده. خب توی LLM ها این دلار رو میاد تغییر میده به اسم USD. من برای اینکه اون کاربر و این کد بتونه به درستی عمل کنه این قانون رو گذاشتم، صرفا برای اینکه شما با این قانون ها آشنا بشین. و یه تولزی رو تعریف کردم به عنوان get price of market و میرسیم به این فانکشن. یه داک استرینگ گذاشتم اینجا و توش توضیح دادم که دریافت اطلاعات بازار از API، و اینجا که بخش خیلی مهمیه اومدم آرگومان رو توضیح دادم. گفتم ما یک سیمبولی رو دریافت میکنیم به عنوان رشته و اینجا هم دوباره تعریف کردم که دقیقاً همون کلمه فارسی یا انگلیسی که کاربر مثل دلار یا یورو میفرسته رو توی این فانکشن استفاده کن و اومدم یه دونه مپ ساختم که اگه کاربر گذاشت دلار، ما همین نمادی رو که اینجا داریم و توی API قرار دریافت کنیم رو بتونیم داشته باشیم و به ارور در واقع نخوریم. و گفتم که حالا من اینجا دو تا رو گذاشتم که اگه کاربر مثلا سکه امامی وارد کرد چه این نمادی رو داشته باشه، و اگه این مپی رو که ما داریم اینجا انجام میدیم این نماد وجود نداشت بیاد یه ریترن به خصوصی رو انجام بده. گفتم استاتوس فیلد و پیام بده که من توانایی دریافت این آیتم رو ندارم. بعد از اون یه API کال ساده است، من API میزنم به این وب سرویس و در نهایت استاتوس سکسس و میام قیمت رو با همین مپ کی که من اینجا دریافت میکنم نمایش میدم. بچه‌ها شما 90% کارتون همین داک استرینگ هایی که اینجا می نویسید و این ریترن ها و اینستراکشن هایی که توی کدتون دارید. پس کاملا روی این قضیه مشرف بشید تا بتونید که اون نتیجه لازم رو بگیرید. من کدم رو اجرا میکنم.
ADK وب و استوک مارکت. زمانی که این پورت واسه من لانچ شد میرم توی مرورگر. طبق معمول اول از همه ازش میپرسم که سلام تو کی هستی، ببینیم که اصلا چه جوابی به ما میده. این خورده بچه‌ها بستگی به سرعت اینترنتتون داره. میگه سلام، من دستیار مالی هم میتونم که چنین کاری رو برات بکنم. میگم که قیمت دلار الان چنده. این الان باید بره API کال کنه واسه من. میبینید بچه‌ها دقیقاً مقدار دلار رو فرستاد و اینجا مقدار رو من دریافت کردم از API و الان قراره که نمایش بده. من الان چون فیلتر شکنم رو گذاشتم روی لوکیشن دیگه، اون لوکیشن یه خورده ضعیف عمل میکنه. حالا من اینجا وای میستم که دیتا رو واسم بیاره نمایش بده و این هم زیبایی های کشور عزیزمونه دیگه، زیاد هم نمیتونیم به این قضایی رو فکر کنیم. و اینجا هم کامل برام دیتا رو میاره. این دقیقا اون چیزیه که ما توی کارمون استفاده میکنیم. حالا فرض کنید که ما یه ایجنتی داریم که قیمت لحظه‌ای رو دریافت میکنه، میده به یه ایجنت دیگه که اون ایجنت به عنوان مثلا متخصص مالی به ما میگه که آیا ما این دلار امروز بخریم بر اساس یک سری فاکتورهایی که داریم یا نه، و خیلی کارهای بامزه دیگه میتونیم انجام بدیم. و این کریتیکال رول هایی که بهتون گفتم و حتما تو ذهنتون قرار بدین و یه خورده بازی کنید باش، برای خودتون یه سری پروژه های کوچیک تعریف کنید. چه میدونم قیمت بلیط های هواپیمایی رو دریافت کنید، چه میدونم چک کنید ببینید که مثلا بهش بگید که من میخوام برم مشهد، آیا هتل جدیدی باز هست، هتل آیا جای خالی داره، اتاق خالی داره، میتونیم ازش استفاده کنیم یا نه. حالا هی میریم جلوتر. اگه توی این 6 قسمت دقت کرده باشین ما آروم آروم یک سری کارها اضافه میکنیم که کارمون پیشرفته تر شه، بتونیم بیشتر با ADK آشنا شیم و باش حال کنیم دیگه. دمتون گرم، تو قسمت بعد میبینمتون. مرسی.